الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران مسلمانم، ای مسلمانانی ملت تاجیک، بدانید که الله سبحانه و تعالی میگوید: یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، از الله بترسید، و قولوا قولا سدیدا، و بگوید سخنی حق را، سخنی که موافق قرآن و سنت باشد. و الله سبحانه و تعالی میگوید: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. الله شهادت میدهد که نیست معبودی بر حق بجز الله، و این چنین بعد از الله ملائکه ها و علما شهادت میدهند که نیست معبودی بر حق بجز الله سبحانه و تعالی. و الله میگوید: لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. برای چی حق را به باطل آمیخته میکنید و تلبیس میکنید و مردم را فریب میدهید و پنهان میکنید حق را، در حالتی که میدانید؟ این عمل را نکنید. پس برادران و خواهران مسلمانم، امروز من میخواهم به شما صحبت داشته باشم درباره موضوع علما، زیرا که یک چند روز هست بسیار از جوانها از بنده سوال میکنند که چرا شما در وفات دام الله حکمت الله تاجیک آبادی یگان صحبت نکردید، تعزیه نگفتید، همدردی نکردید؟ این همه علمای تاجیکستان و بسیار طالب علم ها همدردی بیان کردند، تعزیه بیان کردند. همه علمای تاجیکستان به مراسم جنازه دفنش رفتند، هزارها انسانها اشتراک کردند. چرا شما این عمل را نمی کنید؟ چه مشکلی وجود دارد؟ مسلمان های ملت تاجیک، امروز وقتی که بنده همچون یک طالب علم به شما نظر میکنم و به این ملتی که به نام مسلمان تاجیکستان نظر میکنم، میبینم که از همه جانب به گمراهی و به سرکشی و به دوری از دین مردم رفته ایستادند. و شما چی فکر دارید؟ این همه گمراه شدنی مردم، این همه به کفر و شرک دست زدنی مردم و سرکشی کردنی مردم از دین الله سبحانه و تعالی به سبب چیست؟ کی عیب دار است؟ علما عیب دار است. و اولین این علمایی که عیب دار است، این بزرگان این علما، بزرگترین اونها که مردم را مدتی
40-50 سال به سوی شرک و کفر دعوت میکنند. این ملای بزرگی که وفات کرد، این ملایی که هزاران نفر به جنازه اش رفتند و همه دیگر از علمای ماتریدی و اشعری، از مرزا و عبدالرحیم، از دیگر و دیگرش تعزیه بیان کنی و این عالم بزرگویی را گفتند. آیا میدانید که این عالم شرک است؟ عالمی دعوت کننده به سوی کفر و زلالت و طاغوت پرستی هست. این عالمی هست که همون منطقه خودش را فقط به سوی کفر و شرک دعوت کرده و بعد از این به سوی کم آداب و اخلاق و سرخم کردن به سوی طاغوت دعوت کرده است. همین سبب است که ما این چنین وفات علما را تعزیه نمیگوییم و در حق او دعا نمی کنیم. آیا میدانید که همین حکمت الله تاجیک آبادی، یکی از بزرگترین ستونی این صوفی ها، یک چند کتاب نوشته است و یکی از مشهورترین کتاب او جوشن امان است. یکی از برادرهای ما طالب علم یک مقاله زیبایی را نوشته است در این موضوع و در همه جا انشاءالله پهن بکنید، ببینید. بالاخره همین حکمت الله در کتاب جوشن امان صفحه 27 میگوید که به قولش گویا که در همون، یا که بگویم در کتاب جوشن امان صفحه 22 میگوید که شرک اکبر این فقط بت پرستی است. یعنی من هیکل به پیشت بگیری بپرستی، شرک اکبر فقط همین است و در این امت اسلام همین شرک وجود ندارد. یعنی این امت محمد صلی الله علیه وسلم تا آخر زمان هیچ وقت یگان نفر از اینها شرک نمی کند. حالان که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشون گفتند در حدیث صحیح که امام ترمذی روایت میکنند و در مسند و سنن و مصنف ذکر شده است که لا تقوم الساعة، ساعت یعنی قیامت برپا نمی شود حتی یلحق من امتی حی من امتی، در روایت طائفه من امتی جماعه من امتی علی المشرکین او بالمشرکین، طائفه از امتی من به مشرکین پیوست می شوند و بعد از این قیامت به وقوع می پیوندد. و این چنین در جوشن امان صفحه 27 می گوید پرستش کردن مزار، عبادت کردن مزارها یا عبادت کردن سنگ یا گنبز این شرک نیست. در نزد این قبوری عبادت کردن یعنی پرسیدن و دعا طلب کردن، یک چیزی فایده طلب کردن یا دفع مضرت از غیر الله، از این مرده ها یا که از قبر اونها و سنگ و دیگر مزارها شرک نیست. طواف کردن قبر شرک نیست. کتاب جوشن امان صفحه 299 رو ببینید. نماز خوندن در قبرستان جایز است. در مسجدی که قبر وجود دارد، مرده دفن کرده است، خوندن جایز است. صفحه 289 جوشن امان میگوید پیامبرمان محمد صلی الله علیه وسلم و اولیاهایی که خود صوفی ها دارد از این اقطاب و اوتاد و اولیاهایشون غیب را همشون میدانند. حالان که الله سبحانه و تعالی میگوید که لا بگو، الله میگوید که بگو لا اعلم الغیب، بگو ای محمد که غیب را نمیدانم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، من غیب را نمیدانم. الله خودش میگوید که وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، مفتاح غیب، همه کلیدهای غیب در دست الله هست و بجز الله کسی نمیداند. سبحان الله، این همه کفریات است و از کفر اکبر و از شرک اکبر است. و این خیلی علما را علما گفته می شود، اما علماء سو گفته می شود.
اینها دجال هستند که به سوی جهنم قومشان را، مردمشان را، ملتشان را، همزبانشان را دعوت میکنند. در کتاب جوشن امان صفحه 66 میگوید بزرگان، اولیاها، انبیاها یعنی پیامبران، اینها لشکران غیبی هستند برای کمک و استواری انسان. یعنی مرده ها از بزرگان، اولیاها و انبیا برای انسان حاضر چی میکنند؟ کمک میکنند. مدد و کمک گرفتن از اهل قبور جایز است. جوشن امان صفحه 165. سبحان الله. این چونین کفریات و شرکیات در کتاب این ولی و شیطان دعوت کننده به سوی طغیان و تواغیت، دعوت کننده به سوی شرک و کفر باز زیاد است و نمونه ها زیاد است. اما برای اهل توحید و برای مسلمان همین نمونه کافی است که بگوید که این عالم ربانی نبود، این عالمی شیطانی، این دعوت کننده به سوی کفر و شرک بود. به همین کتاب جوشن امان نوشته اش حکمت الله تاجیک آبادی است یا که دیگر مکان دیگر است، شاید مشرک شده و مرتد شده و اگر توبه نکرده، از همین کتابش براءت خود را اعلان نکرده وفات کرده باشد، این کافر مرده است. کسانی که مخلصی این دام الله هسته، کسانی که تعصب به این انسان میکنند، شما بدانید که الله شما را امر کرد که به قرآن و سنت چنگ بزنید، امر کرد که اطاعت الله و رسول را بکنید، نه اینکه یک انسان را به سر خود رب بگیرید، کفر و شرکی که او بیان میکند او را اطاعت بکنید و کفرش را کفر نگویید. پس اگر این چونین اطاعتی مطلق بکنید، شما همین تاجیک آبادی حکمت الله را بر سر خود رب گرفته اید. این سخن ما وزنین است، اما حالا هم فرصت داری که از این تعصبت به این عالمی سو، به این طاغوت بازگردی، توبه کنی و به سوی الله بیایی، انابه بکنی. برادرانم و خواهران مسلمانم، ای ملت بیچاره مظلوم از همه جانبی، زندگیت مظلوم تاجیک تو دنیا نداری. اکثریت تاجیک بیچاره دنیا ندارد، زندگیش، معیشتی، خانوادگی، روزمرهش به نوعیت حالتش سنگین است و وزنین است. زندگیت که زیبای در این دنیا نیست، آخرتت را لااقل از دست نده. این علمایی که پیروش هستی تو را به جهنم میبرد. ما طالب علمان اهل سنت از غمخواری به تو با حجت قرآن و سنت میگوییم، با قول الله و رسول میگوییم که کسی که اجازت میدهد که غیر الله عبادت کرده شود، کسی که میگوید که پیامبران و اولیاء غیب را میدانستند، کسی میگوید که شرک اکبر این شرک نیست و شرک را انکار میکند، کسی که طول زندگیش فقط دفاع از طاغوت کرده، اطاعت یک طاغوت را به بالای شما بیچارگان فرض کرده، دین شما را از سر شما برداشته و به جای دینتان دیگر دین را آورده، دین شرکی، کفری، دین شیطانی را. سبحان الله. شما اگر بعد از این همه فهمیدن باز تعصب بکنید، پافشاری بکنید، ملامت نکنید مگرم نفس خود را، خودتان را فقط ملامت میکنید، در این دنیا هم در آخرت هم، برای اون که به شما حق رسید. به شما ضرور است، به شما خیلی هم ضرور است که فرق گذارید، بین علما فرق گذارید، زیرا که علما دو نوع هستند.
برای هر یک مسلمان بینهایت مهم است که فرق گذارد بین علمای حق و علمای سو و علمای باطل و علمایی که به سوی کفر و شرک دعوت میکنند. علمای هستند که حق هستند، علمای ربانی هستند، علمایی که به سوی حق دعوت میکنند، به سوی قرآن و سنت و به سوی جنت شما را از ظلماتی میبرند به نور و به هدایت و به رضاگی الله میبرند. اینها کسانی هستند که دعوتشان به سوی توحید است، انکارشان از شرک است و کفر است. اینها کسانی هستند که دعوت به سوی کفر به طاغوت میکنند و ایمان به الله میکنند. اما قسم دوم علما، این علماء السو هستند، علماهای بد، علماهای خیانتکار، علماهایی که وعده و وفای کرده خود را به الله به جا آوردند، عهد کرده خود را ترک کردند و خیانت کردند، پیمان بسته خود را به الله شکستند، میثاقی که همون عهد و پیمانی که به الله داده بودند فراموش کردند. دعوتشان به سوی طاغوت پرستی است، به سوی رازو کردن یک طاغوت، به سوی شرک و کفر و به سوی جهنم. دعوتشان این است که شما را از سوی نور و هدایت میگیرند به سوی ضلالت و به بدبختی و به جهالت و به آدم پرستی و شرک و کفر و به مزار پرستی و سنگ پرستی و اولیا پرستی. بالاخره نتیجه این است که به سبب دعوت اینها که در لب دروازه های جهنم نشسته شما را به سوی جهنم دعوت میکنند، عاقبت شما هم همین است. شناختن علمای حق و علمای باطل، شناختن حق و باطل، شناختن اهل حق و اهل باطل به هر یک مسلمان فرض است. چخیلی که علی بن ابی طالب رضی الله عنه میگویند اعرف الحق تعرف اهله. حق را بشناس، اهل حق را میشناسی. باطل را بشناس، اهل باطل را میشناسی. امروز ما وقتی که این سخن را میگوییم به شما خیلی هم سنگین می آید. شما میگویید سبحان الله، انا یک عالم دیگر را باز دارد بد میکند. نه فقط این عالم شما، باقی مانده علمایی که در سر این ملت مسلمان مظلوم تاجیک وجود دارد، از میرزایش، از عبدالرحیم قزاقانیش، از ایشانهایش، همه اینها عقیدهشان باطل است. عقیدهشان عقیده صوفی است. اعتقادشان بگویم یعنی مذهبشان اگرچه از جانب فقهی حنفی باشد، از جانب اعتقادی ماتریدی کلامی، از جانب سبحان الله اسماء و صفات جهمی، و از جانب ببینید غلو کرده هایش قبوری. و همین قبوری را همه علمای در سر شما بوده میگن که بهترین عالم بود، الله رحمتش بکند. این عالم را گوش بکنید، کتابش را بخونید. کدام کتابش؟ همین کتابی نوشته کفر و شرکش که انسان را آشکار و واضح به سوی جهنم میبرد. همین را شما توصیه میکنید که ما بخونیم. پس امروز خاری و زاری شما ای مسلمانانی ملت مظلوم تاجیک، سبب اساسیش انمین علمای شما و انمین پیشوای شما انمین طاغوت پرستان هستند. از مفتی طاغوت پرست شروع میشه و تا دیگرش. همه این مردم دوستش داشتند، برای اینکه این مردم حق را نفهمیدند. این مردم فریب خوردند. این مردم 50 سال است که در زیر دعوت این عالم سوی طاغوت وجود دارند. هیچ کسی حق را نرسانید. طالب علم ها حق را نرسانیدند. گفتند که اگر ما درباره حکمت الله صحبت بکنیم، طاغوت حکومت ما را میبندد، زیرا که حکمت الله آدمی نزدیک حکومت است، طاغوت پرست مشرک است. و یا اگر ما صحبت کردیم آبروی خودمان میبرد، مردم ما را بد میبینند. دعوت به خاطر رضایت الله نکردند و حق را پوشیدند و حق پوشان را الله لعنت کرده است. بدانید که فضل علما در نزد ما وجود دارد. علما نور دیده تاج سر ما هستند. اما کدام علما؟ علمای ربانی، علمایی که دعوت کننده به سوی توحید، علمای حقگو، علمایی که امت اسلام را از بزرگترین شر، شرک، کفر، ردت نگه می دارند و دعوت می کنند به بهترین خیر، یکتا پرستی، توحید.
علمایی که مردم را از طاغوت پرستی، از عبادت بنده به سوی عبادت الله میبرند و دعوت میکنند. علماهایی که مردم را از ظلماتی کفر و شرک و انسان پرستی به نور هدایت الله پرستی میبرند. این علما در نزد قرآن قدردانی شده است. الله این علما را قدردانی کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابشان و تا امروز همه انسان ها در مدت 1000 سال اینها را قدردانی می کند. این علمای ربانی را رحمه الله می گوید و ما هم از جمله همینها هستیم. الله سبحانه و تعالی خیلی هم سخن بزرگی را در حق علما گفته است. در سوره اعراف والله الان 15 بود، نظر بکنید. در سوره اعراف بالعموم الله سبحانه و تعالی می گوید شهید الله، الله شهادت می دهد. و بعد از این می گوید که الله شهادت می دهد، خودی الله به خودش شهادت می دهد که الله یگانه است، نیست معبود بر حق بجز او. معبود بر حق رب یگانه، اونی که باید اطاعت کرده شود، اونی که باید به کنستوتسیش زندگی کرده شود، اونی که باید یگانه دعا کرده شود، پرسیده شود و به حکمش حکم کرده شود و به شریعت و حکمش مراجعت کرده تحاکم کرده شود. این الله است و به همین یگانگی الله خود الله شهادت میدهد. و بعد از این الله ذکر میکند که این چنین ملائکه ها شهادت میدن که الله یگانه است و باقی مانده باطل است. و این چنین میگوید علما شهادت میدهند که الله سبحانه و تعالی یگانه است. این چی منزلت بزرگی در حق علما، این چی سخن بزرگی در حق علما که الله گفت. این چنین سخن در حق هیچ کسی نآمده است که الله به یک صیغه شهادت، به یک کلمه شهید الله، یک فعل را استفاده برد، هم به خودش، هم به ملائکه، هم به علما. در قطار خودش ملائکه و در قطار ملائکه بعد از ملائکه علما را ذکر کرد. فضل علم معروف است. هر نیکی که در این دنیا وجود دارد از سبب علم است و از سبب علما است. و علم شرعی است، علم الله شناسی قرآن و سنت است. و هر بدی که در این دنیا وجود دارد سببش جهل و جهالت است. بدی جهل همینش کافی است که آدم جاهل از جهالتش بیزار است. فضل عالم همین کافی است که الله بعد از خودش ملائکه و بعد از ملائکه علما را برابر قطار خودش ذکر کرد در طبقه سوم و گفت و این چنین بعد از شهادت الله و ملائکه علما شهادت میدهند. بچی به توحید. اما این علمایی که شما شب و روز از عاقبش می روید، این علمایی که شما به او تعصب کرده اید، مثلی کاران و مثلی کوران از عقبش می روید و سخنهایشان را نمی سنجید، نوشته هاشان را نمی بینید، این علمای شما شهادت توحید آیا دارند یا ندارند؟ این حکمت اللهی که شما می گوید کتاب جوشن امانش دلالت می کند که هیچ شهادت نداده است به یگانگی الله، هیچ شهادت به توحید نداده است، هیچ شهادت به کفر بالطاغوت ندارد، هیچ شهادت براءت از شرک کفر ندارد، چی برسد از مشرکین. شرک کفر را شرک کفر نمیگد. این مسلمان نیست. اگر مسلمان بود پس با کتابی نوشته است مرتد است. این علمای دیگری که به نام علما مشهورند، در جنازه اونها را مردم ها گویان بینهایت بگرد و اطرافشان جمع شدند، این علما هم از حکمت الله کمی ندارد. این باقی مانده علمای شما هم انا همچنین خیانتکاران، هم خیانت به الله کردند و عهد و پیمان خود را به جان آوردند، هم خیانت به شما ای امتی اسلام کردند که عهد پیمانشان را در بالای شما حق گویی را به جان آوردند و ایمان به طاغوت آوردند و لشکران طاغوت شدند. چرا حق را نمیگویند؟ چرا حق را نمیگویند؟ اون حقی که در قرآن آشکار و واضح ذکر شده است. این علما اگر حق را بگویند، هر چیزی که الله و رسول از دینش گفته است همون را برسانند، از پیش خود دین نو نسازند، به سوی کفر و شرک، به سوی ضلالت و جهنم دعوت نکنند، اینها نور دیده و تاج سر ما هستند. زیرا که الله اینها را قدر داده. اما افسوس که این چنین نیستند.
الله میگوید از همه بنده های ترسنده الله اینها علما هستند. انما یخشى الله من عباده العلماء. از درون بندگان الله تنها کسانی که از الله می ترسند، حق ترسش را بجا می آرند، اینها علما هستند. اما اینها نه همه علما که بنام علما، علمای ربانی، موحدین، کسانی که تطبیقی قرآن و سنت را در روی زمین کرده، کسانی که حق را گفته، خیانت به الله نکرده، عهد و پیمان را بجا آورده. این علمای شما چی عهد و پیمانی که به الله بسته بودند بجا آوردند؟ الله میگوید و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. زمانی که الله میثاق گرفت، عهد و پیمان گرفت از علمایی که پیش از امت تو، پیش از امت محمد در دیگر امت اومده بودند، عهد و پیمان بگرفت که حتما حق را بیان بکنید و کتمان حق نکنید، حق را پنهان نکنید، روپوش نکنید. در قرآن آمده چیزها را بیان بکنید، در سنت پیامبر آمده چیزها را بیان کنید. و این سخن به امت محمد صلی الله علیه و سلم را این چنین دلالت میکند. همه علما اتفاق میکنند که الله سبحانه و تعالی عهد و پیمان گرفته است از این علمای امت محمد صلی الله علیه و سلم که لتبیننه للناس، حتما به مردم بیان بکنید آن چیزی که باید بیان کرده شود، ولا تکتمونه، پنهان نکنید. مگر عبادت غیر الله شرک نیست؟ مگر غیر الله غیب را میداند گفتن کفر نیست؟ کسی که غیر الله را عبادت میکند، کسی که اعتقاد دارد که غیر الله غیب را میداند، مگر از نظر مذهب خود ابو حنیفه رحمه الله و علمای کبار، خود علمای ابو حنیفه، مگر این آدم کافر نیست؟ به اجماع خود علمای حنفی ذکر میکنند. چرا شما پنهان میکنید؟ مگر حکم کردن به حکم غیر الله این کفر و شرک و حاکمی که مطلقاً به حکم غیر الله حکم میکند کافر نیست؟ لشکری که مقابل دین الله می جنگد مگر کافر نیست؟ مگر دفاع کردن این طاغوت کفر نیست؟ چرا شما این همه موضوع اصول دین را گذاشتید؟ چرا اساس دین را از همه مهمترین موضوعی که باید به مسلمان ها بیان کرده شود تا که اسلامشان حفظ شود، تا که مسلمان بمانند، این را پنهان کردید و می آید شما به مردم غلام شدن را تعلیم می دهید، به مردم آداب را تعلیم می دهید، همون آدابی که دست شستن و یا که من نمینم تاقی پوشیدن و نپوشیدن و این گمراه باز پیش از مرگش این مشرک وصیتی کرده است. به من یکی از برادران وصیت این حکمت الله را ارسال کردن که در وصیتش گفته است 8 وصیت است یا 10 وصیت است، شما حتما تاقی بپوشید، شما طهارت را کامل بگیرید. خیر درست است طهارت را کامل بگیرید، این وصیت پیامبر است. شما سلفی ها را گوش نکنید، شما چخیلی که در کتاب جوشنش اومده است ابن کثیر را نخوانید. همه این نصیحت هایش مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بجز یک چند چیزی دیگری. کنی توحید، کنی اصول دین، مگر در قرآن دیگر هیچ چیزی نیست از اول تا پایانش؟ انمین علما در نزد مردم عامه قرآن را ناچیز نشان دادند. امروز به نام مسلمان ها میگن این قرآن چیزی ندارد. ما میگیم که این قرآن این سرچشمه حیات است، این سرقانون زندگی است، این برنامه من و تو است. میگه که کجاش برنامه من و تو است؟ هیچ چیزی ندارد غیر از همین توقی پوش و نپوش، دیگر چیزی نیست. الله خار کند شما طاغوت پرستان را و کسانی که تعصب میکند به این علمای مشرکین که دین را دارید نابود میکنید و مردم را به ضلالت میبرید و مردم را به غلامی میکشید. امروز بسیار ناله ها زیاد است که این مردم بیچاره مسلمان تاجیک چرا غلام است، چرا زنهایش روز به روز به فحش رفته شدند، رقاصه میشوند، به خاطر یک سوم پول زنا میکنند تا که گرسنه نمانند. زن میرود با 3 فرزندش به درون دریا میاندازد، از سختی زندگی میمیرد و غیره و غیره. همه این مشکلات سببش علمای سو،
علمای طاغوت پرست هستند که حق را به شما نگفتند و شما به همین درجه غلامی پستی رسیدید. شما از این علما روی گردانید و به سوی قرآن و سنت بیایید، به سوی علمای مردعتان که حق بودند و در عصر صحابه و تابعین بودند به همونها بیایید. همه چیز واضح هست. بدانید چه خیلی که الله علما را قدر داده و گفته که اینها از همه بسیارتر از الله ترسنده ترین انسان ها هستند. الله درجه این علما را به سبب علمشان می بردارد. علمای ربانی و علمای موحدین را یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسانی که علم دارند، ایمان به الله آوردند، الله اینها را درجهشان را می بردارد. فضیلت علما بسیار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فضل العالم علی العابد كفضل القمر علی سایر الكواكب. یک عالم در بین انسان‌های عادی به مانند ماهتاب در بین ستارگان است. عالم ماهتاب است. عالم این راه نشان دهنده برای امت اسلام است. اما کدام عالم؟ عالم ربانی، عالم حقگو، عالمی که به عهدش وفا میکند، عالمی که خیانت میکند. الله عالم خیانتکار را، عالمی که به سوی شرک، به سوی کفر دعوت میکند، عالمی که زندگی این دنیا را اختیار کرده به خاطر یک خانه، به خاطر فرزندش خوب زندگی کردن، به خاطر نبیرش، به خاطر شکمش و به خاطر آرامیش، بعد از عالم شدن، بعد از فهمیدن قرآن و سنت باز حق را پنهان میکند و جانبی کفر و شرک را اختیار میکند. الله این عالم را سگ گفته است که لحظ میکند، زبانش را میبرارد. به مانند یک سگ است که همیشه زبانش برآمده. الله این عالم را به مانند خر ذکر کرده است که عالم است اما به مانند خر است، زیرا که به پشت خر چخیلی که کتاب را میگذاری، این عالم هم به خودش کتاب را بار کرده است. در پشتش کتاب زیاد است، خیلی کتاب را خونده، اما نه دعوت به سوی حق دارد و نه حق را میگوید و نه عمل میکند. الله این چونین عالمی که دانسته است و حق را بیان نکرده و به جای حق باطل را بیان کرده لعنت کرده است. سوره بقره آیت 159 را ببینید. ای طالب علمان، ای علمایی که شما فراموش کردید عهد و پیمان خود را، پنهان میکنید حق را، الله به شما تنبیه میدهد و میگوید الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. آنهایی که پنهان میکنند آن چیزی که ما نازل کردیم از دین، از بینات، قرآن و سنت و هدایت، میدانند و پنهان میکنند. من بعد ما بیناه للناس، بعد از اینکه نازل کردیم به مردم بیان کردیم، اینها دانستند، فهمیدند اما پنهان میکنند. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اینها کسانی هستند که الله لعنتشان میکند و همه لعنت کننده ها این چنین علما را و این چنین طالب علمان را که حق را دیده و دانسته پنهان میکنند، الله لعنت میکند. الله و همه لعنت کننده ها لعنت میکند، مگرم اینکه توبه بکنی. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. اما اگر توبه کنی و اصلاح شوی و بیان کنی، از باطل توبه کنی و به سوی حق بیایی، الله میگه که اولئک اتوب علیهم، ما این به اینها چی میکنیم؟ توبهشون رو قبول میکنیم، اینها رو میبخشیم. اما چرا شما باز نمیگردید؟ چرا شما حق رو بیان نمیکنید؟ چقدر این مردم 10 میلیونه که در بینش اکثرش مسلمان است، مسلمانی بیچاره تاجیک انتظار است دهان شما را ای علمای طاغوت پرست گمراه یک کلمه سخن حق را نمیگویید، نه از توحید میگویید، نه از کفر به طاغوت میگویید، خودتان شب و روز طاغوت پرستی میکنید. بجای اینکه برایت حق را بگویید برایت مخالف حق گپ میزنید. قرآن را میخوانید، شب و روز ضد قرآن کار میکنید. قرآن شما را به سوی توحید دعوت میکند، به سوی تطبیق حکمش، به سوی گفتن سخن حق دعوت میکند، به سوی بجا آوردن عهد و پیمان دعوت میکند. شما باشید قرآن را میخوانید اما باز همون دین ساخته خودتون طاغوت پرستی را به مردم در منبرها، در این
وسایلی بگویم اینترنت ها و صفحه ها و غیره بیان میکنید، در کتاب های شرکیتون. سبحان الله. پس این ملت چرا خور نشود؟ چرا خور نشود که این چنین علما دارد؟ علما میگویند هر ملت مسلمانی رو که بگیم یک منطقه مسلمان نشینی رو خواستی که بفهمی که چقدر درجه دینداری دارد، چقدر درجه عزت دارد، به علماش نظر کن. علماش عزت دارد، دین دارد، پس این مردم هم عزت و دین دارد. علما نه عزت دارد نه دین دارد، پس این مردم هم نه عزت دارد نه دین دارد. مردم مسلمان ملت تاجیک نه عزت دارد، نه عزت دینی نه دنیوی و نه دین دارد. سببش همین علما هستند. علماء سو، علماء اینا همش طاغوت است به سر شما، به اینا کفر باید ورزید. الله سبحانه و تعالی در سوره قرآن میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سوره اعراف آیه 176. کسی که حق را دانست به جانب او حق آمد، حق را نگرفت، از حق روی گردانید، باز به همون هوای هوسش متابعت کرد، این به مانند یک سگ هست که همیشه زبانش برآمده در حالت لحظ کردن است. این آیت برحذر می شمارد من و تو را ای طالب علم، ای علما، که مثل سگ بناگاه نباشی. مردم، شما اگر این آیات ها را تا امروز ندانسته باشید و بگفته باشید که همه عالم همیشه ربانی گفته می شود، اکنون بفهمید که همه عالم همش ربانی نیست، همش حق نیست، همش جنتی نیست و همش بهترین نیست، بلکه قسمی از علما هستند که به مانند سگ هستند و قسمی دیگر به مانند خر هستند و قسمی دیگر کسی هستند که الله خودش اونها را لعنت کرده و سبب این است که اینها حق را پنهان کردند، قرآن را خواندند و عمل نکردند و سبب این است که اینها عهد و پیمان کرده اشان را شکستند و جانب طاغوت را، جانب دنیا را، جانب هوای هوس را اختیار کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. ایمان شما کامل نمی شود یا مؤمن نمی شود تا همان زمانی که هوای و هوس شما، خواسته های شما تابعی آورده من نشود، تابع قرآن و سنت نشود. این آیت نازل شد و در زیرش در تفسیر الطبری، ابن کثیر و غیره از سخنهای ابن عباس از صحابگان رضی الله عنهم و تابعین تبع تابعین نظر بکنید که می گفتند که این قصه بیانگری یکی از علمای بنی اسرائیل است، بلعام ابن بعور. بلعام گفتن یک عالمی بود، اما به سبب اینکه در آخر عمر جانب حق را نگرفت و به حق مبارزه بود، جانب قومش را گرفت و جانب دنیا را و هوای هوس خود را گرفت، الله این عالم بزرگ را که حتی بعضی از علما میگن به این وحی می آمد، کتاب آمده بود، الله این را به مانند سگ اعلان کرد. الله المستعان. ما پناه میبریم به الله، شب و روز از الله دعا میکنیم که ثابت قدم بیستیم و حسن خاتمه به ما الله نصیب بکند. اما ما وظیفه دار هستیم که شما را خبر بدیم که ای مسلمان ها، آدم پرستی را، قوم گرایی را، عالم پرستی را ترک بکنید. این سخنان من به خاطر قوم گرایی نیست. بعضی از شما تا این درجه از این علمای طاغوت پرستیتون طاغوت پرست شده اید و آموخته اید شرک و کفر را که وقتی که سخن حق میاد میگید ابو محمد مدنی از آن طرف تاجیکستان است، ما از این طرفش هستیم. سخن اون قبول نیست. هر کسی هست نیست، سیاه هست و سفید است، یا ازبک و تاجیک و عرب و روس و انگلیس است، به تو وقتی که آیت قرآن را میگد این نجات تو از قبولش بکن، قبولش نکردی، روز قیامت همراهی همون عالمت میخیزی. هر قومی که تعصب به یک عالم میکند همراهی همون عالمش میخیزد، هر جزایی که همون عالمش میگیرد اینم میگیرد.
الله سبحانه و تعالی میگوید، نظر بکنید با سوره جمعه آیت 5 که مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اونهایی که به اونها حق آمد، دعوت به سوی حق کرده شدند، کتاب آمد، تورات برای اونها آمد، به این امت محمد صلی الله علیه و سلم قرآن آمد و بعد از این که قرآن آمد، حق آمد، اما چنگ نزدند، نگرفتند. اینها دیدند، دانستند، آموختند اما عمل نکردند. اینها به مانند خره هستند که علم را گرفتند، کتاب را آموختند اما عمل ندارند، تطبیق ندارند. بالعکس بر ضد قرآن و سنت کار میکنند. خر هم اگر به بالش کتاب ها رو سوار کنید هیچ فایده نمیگیرد. این چنین یک عالم را که علم آموخته است و حق را نمیگوید، این هم به مانند همین خر علم آموخته است اما فایده ندارد. اینها کسانی هستند که آیت های الله را دروغ شماریدند و الله قوم ظالمان را هدایت نمی کند. پس ببینید الله چگونه سخنهای شدید را در حق علما زده است. برای علما سختترین جزا روز قیامت آماده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من علم عن علم ثم کتمه الجمه الله یوم القیامه بلجم من النار. هر کسی که یک علم را داند بعد از این پنهان کند، قرآن میخواند کفر به طاغوت وجود دارد، قرآن میخواند یگانه الله عبادت کنید وجود دارد، قرآن میخواند که همه حکم از آن الله است، میخواند، میداند اما بیان نمیکند، پنهان میکند، روز قیامت این علمش یک لجام آهنینه میشود که به سبب همین از لجامش کشیده به جهنم میبرد. پس ای مسلمانان مظلوم تاجیک، از این خواب جهالت، از این تعصبی کورکورانه برخیزید، زیرک بشوید، به سوی علم، به سوی نور، به سوی هدایت که توحید است، یک تا پرستی است بشتابید. آدم پرستی را ترک بکنید، الله پرست باشید. به خود عالمی را، کسی دیگری را رب قرار ندید، زیرا که پیش از آمده شماها امتی که پیش از امت محمد صلی الله علیه و سلم بودند، یهود علمای خود را به سر خود رب گرفتند، علمایشان دعوت به سوی شرک کند هم همراه شدند و رفتند، بالاخره مشرک شدند به سبب اطاعت علمای خود. شما هم این متعصبانی که به این تاجیک آبادی تعصب میکنید، پیرویش میکنید، به این حکمت الله، به کتاب جوشن امانش اعتقاد کردید، شرک را اجازت داد اعتقاد کردید، کفر را اجازت داد اعتقادش کردید و او را ولی گفتید، بدانید که شما هم به شرک واقع شدید، همون عالم را به سر خود رب گرفتید. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. قرآن و سنت به شما دیگر چیز را میگوید. قرآن و سنت به شما میگوید که براءت کنید از کفر و شرک و از مشرکین و کفار. دعا کردن مزار و قبر این کفر اکبر است. طواف کردن به قبر کفر اکبر است. پیامبر یا دیگر از انسانها حق را میدانند، بگویم غیب را میدانند، گفتن کفر اکبر است. این عقیده های همین مشرکین قبوری است. ما برای همین صوفی ها را قبوری میگوییم. حتی در این کتابش جوشن امان نصیحت میکند که از علمای اهل سنت یعنی ابن کثیر و غیره دوری جوید و به احمد میرزای برلوی به کتابهاش نظر کنید، به همون اعتقاد بکنید، به همون پیروی بکنید. احمد میرزای برلوی یک مشرک بود که باطنی مشرکی که خودش را حتی دعوا کرد که من پیامبر هستم. انا این عالم شما، انا این پیشوای شما چی است؟ پس هوشیار باشید، زیرک باشید و از این گمراهی خود را نجات بدهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.